منظور از نور خوب برای ارکیده یه همچین چیزیه. ببینید الان ساعت 7 صبح، نور آفتاب به صورت مستقیم داره بهشون میخوره. البته باز یه مقدار فیلتر شده به خاطر شیشه مشجر، اما این نور باعث سوختگی نمیشه چون اول صبح و دمای نور پایین هست. نتیجه چنین نوری رشد خوب و همچنین گلدهی هست. همه این ارکیده رو ببین، همه برگ‌های جدید دادم و حتی در این فصل شاخه گل، در حالی که معمولا ارکیده ها زمستون گل میدن. خب ساعت 9:30 صبح، آفتاب کامل رفت و از این به بعد اینجا یه نور ملایم داریم. این نور بهترین نور برای نگهداری ارکیده هست، چون که دیگه آفتاب نمیزنه از این به بعد که باعث گرم شدن محیط بشه. همونطور که میدونید ارکیده ها خنکی دوست هستن. هر چقدر دمای محیط کمتر باشه حال ارکیده هاتون خوبتر میشه. خوشحال میشم لایک کنی و برای دوستات هم بفرستی. یادت نره توی کانالمون سابسکرایب کنی که پر از مطالب مفید برای نگهداری انواع گیاه هاست.